سلام بچه‌ها، اومدیم با بازی خیلی خفنی که قرار بود بهتون معرفی کنم و به نظرم یک بازی خیلی خفن و استراتژی و شخص سوم هست که واقعا بازی خیلی جذاب و باحالیه. با حیوانایی که داخل بازی هست که در واقع کاراکترهای بازی هستن، مثل شیر، روباه، خرگوش، زرافه، هر حیوانی که فکرشو بکنید داخل این بازی هست و میتونید با حیوانایی که هست برید و مسابقه بدید. تا حالا هیچ کسی من ندیدم داخل یوتیوب فارسی اینو تبلیغش کنه و اینو معرفیش کنه و واقعا هم حیف براش. میرید داخل، خب اینجا چند تا مود داره. پایین سمت راست قبل اون دکمه طلایی یه دکمه سفید رنگی هست که مودهای بازی هست. من چند تاشو باز نکردم، الان باز کردم. مودهای بازی هست که میتونید انتخاب کنید و مثلا این مود طلایی دومی که اینجا من الان کلیک کردم روش، این یه نقشه کوچیک‌تری مثلا نسبت به بقیه‌شون داره، اون نقشش بزرگتره و مودهای بیشتری هم داره که بعد برید و بازی کنید تا متوجهش بشید. خب میایم اینجا بالا سمت چپ اکانتتون هست و اینکه چه جایزه های بردید، چه کاراکترهای و حیوانات رو مثلا باز کردید. توضیح کوتاه و بقیهش هم که پایین سمت چپ بازی خیلی آسونیه. پایین سمت چپ یه دونه فروشگاه، قسمت حیوانات که حیواناتی که دارید میتونید تقویتشون کنید، افزایششون بدید و دیگه چیزاش اینجا مثل چیزا داره که باید بازی کنید تا متوجه بشید. خب آقا ما بریم شروع کنیم، یه دست بازی بکنیم و ببینیم چه شکل هست. این بازی اسمش زوبا هست. می نویسم این پایین براتون، می نویسم که اسمش زوبا هست، به انگلیسی می نویسم. از بازار میتونید دانلود کنید، داخل فروشگاه پلی میتونید دانلود کنید و من بیشتر نظرم اینه که رو بازار دانلود کنید، چون فروشگاه پلی که میگه برو امتیاز بده شاید اذیتتون کنه، چون که فروشگاه پلی خارجی است. این الان این نقشش کوچیک‌تر از نسبت به نقشه دیگه‌شه و بازیش هم زودتر تموم میشه. یه دست بازی کنیم و متوجه بشیم که اولش خیلی آسونه، اولش راحت همه رو میزنی، ولی خب اگر بره بالا امتیازات و لولتون بره بالا واقعا دیگه سخت میشه. چی میگی؟ الان این یه دونه سرباز ضعیفترین چیز داخل این بازیه که ما زدیم پشتیمش. چی میگی؟ تفنگو برداشت که صحبت. خب بیایم ما جون نداریم، مجبوریم که یه دونه از این جونا رو بگیریم و استفاده کنیم که پر بشه. نمیریم حاجی زود، کاش نمیریم. من یه ذره نوبم راستیتش، حتی واقعا بهتون بگم نوبم این بازی هنوز، چون که بازی خیلی خفنیه، به راحتی ها نمیشه لول آپ کرد. این از کجا فهمی؟ من جون ندارم، برم بکن. خدافظ. ما رفتیم. این طلایه قدرت خیلی خارق‌العاده‌ای داره که این دوتا رو زدیمش، جوناشون رو بگیریم اضافه کنیم، این جان هم بشیم. دوتا یه تفنگ طلایی هر کی میخواید باش بیا جلو. البته من زیاد نمیرم درگیر کنم چون این جونتا کم میکنه و اذیت میشین. وای خدا، وای نه، وای جون ندارم، وای مردم. نفر چهارم شدم. بذار ببینیم کی اول میشه. نگاه کنیم کی اول میشه. نظر من همون طلاییه که اون گوشه است، چون این دوتا یکیشون میمیره بالاخره، اونم که اون گوشه است برای خودش بازی میکنه، کار به هیچکی نداره. هم تفنگش هم نیزه و ایناش طلاییه. ولی نه، گوریله خیلی جون داره. برو سراغش، نترس. چیکار میکنی؟ ولی خب اون چیزش پره، اگه جونش کم بشه مطمئنا داره جون که بزنه. یه دقیقه نگاه کنیم. بزن دیگه، یکی حمله کنه.
منتظرن تا آتیش بیاد با آتیش بمیرن. عجب بابا هندل کنیم، بابا بزنیم، اینجوری حال نمیده. مثلا ما نشستیم بازی ها رو کیار نگاه کنیم، ولی خب واقعا بازی خیلی خفنی هست و میتونه اعصابتون رو خورد کنه اگه نوب باشید. نوب نباشید و سعی کنید پیشرفت کنید تو بازی. باخت تو همه بازی ها هست. بریم یه دست گرام بزنیم، یه دست خیلی کوچیک و ریز سریع. مطمئنم همتون عاشقش میشید. خب البته این مپ کوچیکشه، مپ بزرگتر 45 نفر کنم داخلش میان. این 14 نفر کلا داخلشن، 45 نفر میان و بازی خیلی سرسخت‌تر میشه و مطمئنا اعصابتون رو که اگه بلد باشین نمیزنم، ولی خب بازی خوبیه. بذار ببینیم یه سرباز میتونیم همین اول بکشیم که ذره جونمون بیاد، ذره لول آپ بشه و جونمون زیاد بشه. این چیه؟ پنگوئن اختا داخل بازی. پنگوئن هم میتونه کاری انجام بده. خب اینگاه یه سرباز کوچیک اینجا هست، بزنیم بکشیمش، جونش رو ببریم. خب بمب طلایی بزن، بمب نداشتن و بمب طلایی در همون اول من از این بمب طلایی واقعا چیزای بهترم هستن. خب یه تفنگ برونز اینجا هست که میخوایم بگیریمش و بقیه نیومدن. و آتیش که دورتون میاد به عنوان زون خیلی باحاله به نظرم. این جونش کمه، بذار بریم همین اول بزنیمش سریع. اینو بزنمش که اینجا نیاد دیگه. نبینم ها. خب به نظر حال میکنیم داشت امیر همه رو میزنه. خب این تفنگمون رو نقره‌ای کنیم که بریم سراغ آقا جون. اینجا جون میخواد، اینجا نباید جون قدس بره، اینجا دیگه آخرش جون رو میخواد. خب بیا اینجا نه، بیا اینجا نه، ها جونتو بده. به نظرم نیزه طلایی. آتیش هم داره نزدیک میشه ولی خب ولی نیست. سلام علیکم عزیز دلبندم. جونم پخ شد، نمیتونه. وای خدا، مثل اینکه اونم جون داره و من جون ندارم. یا امام هشتم، وای خدا، وای چقدر قویه، خیلی جون داشت. چجوری مثلا میزد، یه چیزی رو میزد که نمیتونستم راه برم. آقا این شکل دیگه بازی، ما هم که نوب بودیم. عجب شانسمون. خب ممنون که دنبال میکنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید حتما که بازی های بیشتری رو براتون معرفی کنم. و اینکه قرار شد که اسم بازی رو میذارم براتون، هم داخل دیسکریپشن هم داخل اینجا داخل تصویر گفتم که میذارم. بازم اینجا دوباره بازم میذارمش و بازی های دیگه رو حتما معرفی میکنم. بازی های به این سبک و سبک های مختلف برای هر شخصی. خب فعلا خدا حافظ.